نکته آخرم من دیرم هم شده کوتاه. من برادران افغانستانی خودم میخوام واقعا کارای تو آخر الزمان، این روایت در وصف شما خجالت نمیکشید یه حرفا رو بعضی از شما میشنم که نه من هزارم، اون حراتیه، این سیده، اون عامه، این بذار کنار اینا رو. چجوری روتون میشه چشمای امام زمان فردا نگاه بکنید؟ حول علم امیرالمومنین، ولایت امیرالمومنین جمع بشید. امام زمان میفرمود سعادت دیدار ما از شما گرفته نمیشد اگر اجتماع قلوب میداشتید بر عهد با ما. اجتماع قلبهاتون باید به جا مجتمع بشه. بگذارید از این حرفا، از نژاد و کوفت و زهر ما رو. به شیطانیم ما بگیم ما از آتیشمون گله. منسجم باید باشید، هوای همه باید داشته باشید. من ایرانی دارم این حرفو میزنم، همه باید هوای همه داشته باشیم. ما حول به هم شیعه‌مون، ترکمون، فارسمون، عربمون، عجممون، افغانستانیمون، تاجیکمون، پاکستانیمون، هممون حول ولایت امیرالمومنین دور هم جمع میشیم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این مبناست. اگر خورشید و ماه که چه عرض کنم کل کائنات رو طلا بکنن یک طرف بگذارن به ما بگن بر ولایت امیرالمومنین طرفت العین چشم ببندید، این کارو نخواهیم کرد. ولایت مولانا ما با هیچ عوض نمی‌کنیم. هیچ. اصلا همین که میگیم اصلا این که صحبت بخوای عوض کردن بیاد اصلا توهینه به نظر من. نگذارید کار دشمن همینه، تفرقه بینداز حکومت رو. آقا یه ایرانی این توهین کرد و غلط کرد. خیلی بیجا کرده تو. و هیچ ربطی به ما نداره. مردم ایران مردم مهمان نوازی. سالها نشون داده. حالا یه جایی کسی اشتباه میکنه، غلطی میکنه، اونو به حساب همه نگذارید. مسائلی هست تو کشور ما، من بارها اینو گفتم، جمهوری اسلامی قوانین مردم مهاجرتش اشکال داره. الان دارم میگم خدا وکیل بینی بین الله 6 سال 7 سال دارم میجنگم، میرم مجلس، بچه‌ها میفرستن تو مؤسسه برید آقا این استاپ حوزه آموزش، بابا یه 40 میخوام برن راحت برن.